ای که ما در کجا پیدا شدیم و با کدام زبان صحبت میکنم در ما اختیار نداشتم، کدام صلاحیت نداشتم، ولی در اختیار دارم که شما را دوست داشته باشم و میگم همه تان دوست دارم. و امی وجه مشترک ما هست، پامدغه دلیل چې مو یو بل سره پاتې یو، دوامدار یو. دوستان عزیز، در زبان دری با نام شیر و شکر یک چیز هست. اصطلاح را شنیدین؟ شیر و شکر را شنیدین؟ شما وقتی از کابل حرکت کنین، از شهر نو به طرف جلال آباد برین، شهر نو این به زبان دری است، نوای خار نیست، شهر نو هست. بازو تیر میشین میرین ارزان قیمت، ارزان قیمت به زبان دری هست، پشتو نیست. بازو پیش برین پل چرخی، پل چرخی دری هست، پشتو نیست. او طرف پیش برین ماهیپر، ماهیپر دیگه دری است، پشتو نیست. او قسم پیش برین طرف جلال آباد که نزدیک میشین، دو سرکه می آید. این سرک دو سرکه میگه. یک طرفش به سرخ رود رفته، به دیگهش به تورخم رفته، دیگهش به طرف جلال آباد رفته. ولی سرخ رود دری است. تورخم از پشتو دری گرفته شده. و وقت جلال آباد داخل میشین، یک کلان لوحه را میبینین به نام صحت عامه. ما او را عامه رو اختیار نکردیم. میفهمین چرا ما تغییر ندادیم؟ میفهمین چرا؟ به خاطر شیر و شکر. شیر و شکر است. وقتی که شما پشتو را با دری، با ادبیات پشتو دری یک جا میکنین، شیر و شکر است دیگه. دوستان عزیز، دیگه چیز بر شما میگم. شما امی روزهای هفته را میبینین، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. شما کدام روز از ما شنیدین از پشتوها کمی را به زبان پشتو گفته باشیم؟ کدام گفتیم؟ به خاطر چی را ما ترجمه نمیکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ شیر و شکر دیگه. اگر اما قسم پیش نریم، مثلا ما در رتبه علمی پوهندوی داریم، پوهنیال داریم، وارا باز دوستایی که زبان دری هستن صحبت میکنن ترجمه نکردن. به خاطر چی؟ شیر و شکر. این همی شناختی می جغرافیا هست. شما وقتی که به لغمان برین، مرکز لغمان ولایت هست، در ولایت ما یک شهر داریم، او را ما به نام شهر نو یاد میکنیم. او را دیگه ما به نوای خار یاد نمیکنیم. در لغمان شما با قندار برین، در قندار شما نوای خار نمیگین، شهر نو میگین. به خاطر اینه گفتم دوستان عزیز، این بافت های ما آنقدر قوی است، آنقدر قوی است که جدا شدنی نیستیم، ولی یک جای هستیم، مستحکم هستیم و پیش میریم. یک چیز دیگر را بر شما بگم دوستان عزیز، شما به فاریاب برین، در فاریاب وقتی برین پشتون